عزیزان بسیار ارزشمند، برادران گرامی و محترم، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بسیار پسند و خوشحالم از اینکه الله عزوجل بار دیگر توفیق ثانوی رو نصیب همه کرد تا در جمع گرم و پویا و صمیمی و روحانی و معنوی شما جوانان معزز و محترم قرار بگیرم و دقایقی رو به درد دل بپردازیم. امید است که خدای عزوجل از همه ما بپذیرد. گرچه امروز مقداری پیرامون نقش جوانان البته با توجه به اینکه وقت بسیار محدود بود صحبت شد، اما در مورد جوانان هر چقدر بگیم کم گفتیم، چون که این قشر بالنده، گوینده، تابنده و زنده همواره در دنیا نقش اساسی و مهم رو داره. بنابراین هر که بامش بیش برفش بیشتر. حالا با توجه به اینکه فرصت پیش آمده دقایقی رو پیرامون وظایف جوانان، یک جوان مسلمان چه وظایفی داره، چه واجباتی برگردن یک جوان مسلمان هست. بنده هم جوانم، شما هم جوانید. الحمدلله شما بسیار اونطوری که مشخص از اشتیاق و علاقه‌تون بسیار بیشتر به دین و اسلام هست از من، اما وظایف خودمان رو باید بشناسیم. من به صورت تیتروار با توجه به اینکه جایی قرار دارم خدمت سروران عرض می‌کنم 4 وظیفه هر جوان مسلمان هست. البته وظایف زیادی داره که گلچینش همین 4 هست. اول آشنایی با دین اسلام که قرآن عظیم الشأن می‌فرماید ان الدین عند الله الاسلام، همانا دین مقبول، دین پسندیده، دین محبوب، دین مورد نظر الله ذوالجلال فقط اسلام است و بس. زیرا که نقش قرآن تا در این عالم نشست نقش‌های یک قوم و کائن را شکست. فاش گویم آنچه در دل مضمر است، این کتابی نیست چیزی دیگر است. چون که اسلام عزیز قدم به عرصه ظهور گذاشت، همه ادیان، همه مذاهب رخت سفر بربسته و با همه خداحافظی کرده است. پس اسلام یگانه دین ماست. باید فقط با حالت تئوری اسلام رو نشناسیم. اسلام چی است اصلا؟ سروران عزیز، آشنایی با اسلام باید برگردیم به قرآن عظیم الشأن، برگردیم به صحابه صدر اسلام که اسلام از ما چی میخواد. این اسلام عزیز که معنی تسلیم شدن هست از یک جوان مسلمان چی میخواد. بنابراین آشنایی دقیق با اسلام. امروز متاسفانه با توجه به این که با اصل تلالی رسول اکرم و صحابه ما فاصله گرفتیم، نهضت‌ها و حرکت‌ها و جنبش‌ها و ادیان و مذاهب گوناگون میان روی جوانان ما کار میکنن. از اون جایی که با اسلام آشنایی ندارن، اسلام را یک دین عقب افتاده، یک دین منحط، یک دینی که پاسخگوی و جوابگوی نیازهای جوانان و جوامع بشری امروزی نیست معرفی میکنه. در حالی که اینطور نیست. اسلام عزیز از بد و تولدش همواره به همه مسائل، علوم و صنعت و تکنولوژی، حتی مسائلی که امروز در جهان بشری رخ داده در قرآن ما وجود داره. ما در قرآن آیه‌ای داریم که می‌فرماید ولا قادرین علی ان نسوی بنانا، ما در روز قیامت قادریم همه اجزای انسان رو به هم بپیوندیم، حتی انگشتانشون رو. اگر به عقل مراجعه بکنیم باید قرآن میگفت ما قادریم همه اعضاش رو به هم پیوندیم، حتی چشمانشون، چون چشم از انگشت ظریف‌تره، گوش از انگشت ظریف‌تره، زبان از انگشت ظریف‌تره، ولی خداوند میگه همه اعضا و حتی انگشت. چرا؟ چون که امروزه دانشمندان متوجه شدن که انگشت از همه اعضا ظریف‌تره، چون که در هر انگشتی خطوطی وجود داره که با سایر خطوط‌های انگشتان بقیه انسان‌ها متفاوته. 6 میلیارد انسان در دنیا وجود داره، به هیچ عنوان حتی 2 برادر دوقلو رو هم شما نمی‌توانید پیدا کنید که اثر انگشت‌ها یکی باشه. خداوند عزوجل 1400 سال قبل ظرافت اثر انگشت را در قرآن پاک بیان
این برادر ما امروز این حرف رو صحبت کرد. من قبلا این صحبت رو کردم اون زمانی که ساعت رو یکی از مسلمانان در زمان هارون رشید درست کرد، وقتی فرستاد اونجا اون آقا ملکه فرانسه گفت اون گفت این جن توش، یعنی حتی نفهمیدن اختراع مسلمانان را چی هست. پس اسلام یک دینی است بسیار بزرگ و مهم. بنابراین نخستین وظیفه ما اینه که اسلام را بشناسیم. اسلام را چطور بشناسیم؟ برگردیم به صحابه صدر اسلام، برگردیم به اون شیرمردانی که اسلام را فهمیده بودند. این اولین شناخت، اولین وظیفه است. شناخت دقیق با مطالعه. دوم، شناخت کافی نیست. دیگه فقط اسلام رو بشناسیم حالت تئوری نه، خیر. وظیفه دوم عمل به اسلام است، عمل به ایمان است. عمل به اسلام یعنی ایمان. سروران عزیز، این نکته را خوب گوش کنید که صحابه بزرگوار رسول خدا سخنرانی می‌کردند. با شمشیر صحابه دنیا را مسلمان نکرد. هر کس بگوید عمر بن خطاب با شمشیرش ایران و روم را فتح کرد، به طور کل فقط غلط و اشتباه. تکبیر! هر کس بگوید عمر بن خطاب با زور و تصویر ایران را و روم را مسلمان کرده، اشتباه محض. بلکه عدالت حضرت عمر بود، ایمان حضرت عمر بود که توانست تمامی دنیا رو فرق بکنه و اون نقطه قرار بده. من الان خدمت دوستان عرض کردم یه مجوسی از ایران بلند میشه میاد تا اینکه عمر بن خطاب رو فرمانده مسلمانان، کسی که دنیای ایران و روم ازش میلرزن، اون رو بیاد مشاهده بکنه ببینی کجاست، کی هست، چی هست، چطور انسانی حرکت میکنه از سرزمین ایران اینجا به اصل مدینه منوره چندین ماه مسافت رو پیاده طی میکنه، میاد اونجا دنبال کاخ و قصر و بقیه مسائل میگردن. میگن عمر کجاست، فرمانده مسلمانان کجاست؟ میگن بله داخل بیابان زیر درخت مغیلان خوابیده است. این با این ذهنیت آمده بود که حتما دروازه شهر مدینه در بسیار بزرگ گذاشته است، گارد ریاست جمهوری و سپاه و بسیج و فلان ایستادن مسلح، باید کارت شناسایی و نمیدونم اسلحه تحویل داده بشه و بازرسی و تفتیش بشه تا پیش رهبر مسلمان بود. اما با این ذهنیت وارد شد عکس این قضیه رو دید، گفت تو بیابان حتما اونجا کسی هم دوره برش هست. آمد دید عمر بن خطاب تک تنها، جفت کفش گذاشته زیر پاش، شمشیر کنارش، راحت گرفته خوابیده. عمر بن خطاب خوابه، بیدارم نشد. اما این مجوسی به مجرد این که جسم حضرت عمر را، وجود خوابیده حضرت عمر را دید، بی اختیار گفت عدلت فامنت فنمت. عدالت اسلامی، رعایت قوانین اسلامی، قسط و داد و عدل ایمانی توی عمر و تو این اجازه را داده که بدون محافظ اسکورد راحت در بیابان خوابیده ای. لذا عمر بن خطاب خواب بود، بیدار نشد که ناگهان این مجوسی با خود اشهد ان لا اله الا الله و سروران عزیز، آن معظم فاتحان دین پرست و نامور چون به تسخیر جهان بستند، از همت کمر عزمشان را دائم استقبال بنمودی ظفر. تا از چشم ما رفتن چون نور از مسحر، رفتن آن نامداران نامازد بر زمین. رفتن عمر بن خطاب ها نامازد بر زمین، دور از آنها آبروی ما غرق شد بر زمین. امروز مسلمانان باید درس رادمردی و عدالت را، درس ایمان و تقوا را از این شیرمرد بیاموزند. سبحان الله. عمل به اسلام به مجرد اینکه بگفتن لا اله الا الله محمد رسول الله، پا در حریم اسلام میگذاشتن، عملا مسلمان میشدن، عملا به اسلام عمل میکردن. من نکتم اینجا بود که مسلمانان و صحابه مطبوعات نداشتن، رسانه های گروهی نداشتن، دسته های فلان نداشتن، گروه های تبلیغاتی نداشتن. حرکت میکردن، میآمدن وقت در سفره جنگ گروه مشرکین و یا مجوسیت نگهبانا و جواسیس خودشان را میفرستادن که اینها چه کار میکنن. وقتی برمیگشت با این کلمات صفت میکرد مسلمانان را که هم رهبان باللیل و فرسان بالنهار، اینها راهبان شب و شهسواران روزند. اینها کسانی هستند که یک لحظه از ذکر خدا و عمل به اسلام باز نمیان.
برادران عزیز، عمل به اسلام فقط تنها به نمازم نیست، اینو خدمتتون بگم. عمل به اسلام نخستین پله ورود به اسلام و ایمان یک جوان مسلمان بعد از معاصی خودشو بکشه کنار. یعنی کسی که بگه من مسلمانم، مسلمان اسلام یعنی انقیاد و دوری از معصیت. نماز زیاد خواندن، نفل خواندن زیاد ارزش نداره، ارزش داره، یعنی به اون قدر که دوری از معصیت ارزش داره، نماز نفل اون ارزش رو نداره و سخت هم نیست. دوری از معاصی، کسی که عبد خداست، مسلمانه، یک جوان مسلمان هنگام معصیت رو میبینه باید بمیره، نباید از چراغ قرمزهایی که خداوند در سر چهارراه‌های عمرش گذاشته چشم بسته عبور کنه. اونجا اگر در دنیا چراغ قرمز پلیس نباشه رد بکنی، فکر میکنی جریمه نمیکنه، ولی و ان علیکم لحافظین کراما کاتبین. از اینجا چیکار میکنی؟ معصیت نباید در وجود جوان مسلمان بیاد و اگر بیاد باید دیوانه بشه. مانند اون صحابه‌ای که گناه میکردن، ماعز اسلمی زنا کرده بود، آمد چندین بار یا رسول الله منو پاک کن. سروران عزیز، این اسلام. ولی این زمان جز سر به زیری هیچ نیست. اقبال میگه اندرو جز ضعف و پیری هیچ نیست. آن شکوه ربی الاعلا کجاست؟ این گناه اوست یا تقصیر ماست؟ عقلها بی باک و دلها بی گداز، چشمها بی شرم و غرق در مجاز. همه چیز بی شرمی شده. پارک ها که باید محل تفریح و تنوع باشه، محلی شده برای دختران فراری و پسران قراری. با هم قرار میگذارن و دختران فرار میکنن. یالا دنیای عجیب غریبی شده سروران عزیز. پس بیاییم عمل بکنیم به اسلام، بریم دستورات اسلام را از تئوری به عملی در بیاریم. این دومین وظیفه یک جوان مسلمانه. اسلام منهای عمل ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات. اول ایمان، شناخت اسلام و ایمان. دوم عمل الصالحات، عمل نیکو انجام دادن، عمل خوب انجام دادن. و سومین اینه که یک جوان مسلمان باید نه تنها خودش عمل به اسلام بکنه، بلکه جوان مسلمان باید محور دعوت اسلامی قرار بگیره، باید حرکت بکند تمامی دوستانش رو. من تعجب امروز یه آقایی اگر بخواد به سینما بره تنها نمیره. میرید شما تنها؟ میگه حال نمیده بابا، کیف نمیکنه، بیا بریم. میگه من حوصله ندارم، پول ندارم. میگه بیا بابا پول تو رو من حساب میکنم، فقط تو بیا با من. بخوام بریم پارک تنها نمیره، بیا بریم پارک نمیدونم فلان شهر بازی با هم بیا بریم. تنها مزه نمیده به صورت، پولش هم حساب میکنه. ولی چرا به نماز میای تنها میای؟ چرا به مسجد میای تنها میای؟ به پارک و اماکن فساد تنها نمیری، به جاهای دینی تنها میای. پس مسلمان باید داعی باشه. صحابه بزرگوار رسول خدا اینطوری بودن. وقتی که لا اله الا الله میگن، ابوذر غفاری بلا فاصله اعلانش کرد، زدنش. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، منظورش همینه. این برادران جماعت تبلیغی که حرکت میکنه از این سر دنیا به اون سر دنیا، این وظیفه واقعی دینی رو داره انجام میده. کنتم خیر امه اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون علی المنکر و تؤمنون بالله. اصل ایمان اینه. به خدا قسم دنیا روز قیامت من و شما سوال خواهد کرد. اون جوانانی که امروز در دنیای غرب، حتی در دنیای معاصر خود ما، دارن بی دین از دنیا میرن، از من و شما روز قیامت سوال خواهد کرد. ولی چه کنیم؟ متاسفانه این دعوت، اون حدیث رسول خداست که هنگامی که امت من کار امر معروف و نهی از منکر رو ترک بکند، الله ذوالجلال حکام ظالم را بر اونها مسلط میکند. اختلاف و دو دستگی و تفرقه میاد که به هیچ عنوان مزه وحدت و بالاخره اتفاق و انسجام رو نمیبینن. و این واقعیته. امروز به این دلیل شده که امروز جهان غرب دارن به راحتی بر من و شما حکومت میکنن. چه اهانت هایی که نمیشه. بسیار از برادران افغانی اینجا هست، برادران مهاجر هست. سال گذشته در هرات میدونید چه اتفاق افتاد؟ جوانان هراتی حتما میدونید، در دانشگاه هرات روز 12 ربیع الاول میلاد پیغمبر، میدونید چه اتفاق افتاد؟ در دانشگاه هرات دو تا دانشجو در رشته ادبیات، دو تا دانشجوی شیعه بلند می شود پس از این که مسیحیت خودشان را اعلان می کنند که ما مسیحی هستیم، اون که به درک آمدن به رهبر بشریت اهانت کرد در افغانستانی که مهد علم و علماست، افغانستانی که افرادی مانند خواجه عبدالله انصار، امام فخر رازی، عبدالرحمن جامی و هزاران ولی خدا در اونجا می درخشند.
بلند شد گفت های مسلمونا، این دوتا دانشجو اسم یکیشون آصف و دومی رو فراموش کردم، اخبار همه جا گفت، های مسلمونا، نعوذ بالله نعوذ بالله، محمد چوپان و بی سوادی بیش نبوده که شما به دنبالش افتادی. صدایی از کسی در نیامد. چی شدیم ما؟ چرا اینقدر اصل خود را بنگر ای صاحب نظر، در بدن باز آفرین روح عمرها باید زنده بشن که جلوی اینها رو بگیره. دعوت اسلامی خوب ارائه نشده، وگرنه چه دلیل داره یک دانشجوی مسلمان بیاد مسیحی بشه؟ بله من و تو وظیفه ما رو انجام ندادیم. در کشور اسلامی خود ما الان موج مسیحیت شروع شده، طوری که برادران میگن در استان و گلستان شروع شده. در تربتجان گروهی پیدا شدن که اصلا نماز نمیخونن، میگن نماز یعنی چی؟ فقط ذکر میکنن. نظامهای کمونیستی الان نسل جدید منکر خدا میشن به خاطر اینکه دعوت اسلامی. هفته گذشته یه جوانی آمده بود از شیراز، آمده بود پیش من همین 2 روز قبل از اینکه بیام ختم صحیح بخاری، میگه فلانی من مذهبیم ولی نسبت به خود ذات الله عزوجل من مشکوکم، دچار تردیدم. براش توضیح دادم مسائلی که لازم بود. CD سخنرانی داشتم پیرامون توحید و خداشناسی، گفتم برو تماشا کنیم. اینطوری شده متاسفانه. به خدا قسم وقایع انسان میبیند که ننگ انسان میاد بگه. باز همین چند هفته قبل یک خانومی آمد، شاید درستم نباشه من بگم، خانومی آمده پیشم در خانه آمده، میگه من عرضی دارم بفرما. خانم خیلی مسن، میگه عزیزم چند وقت پیش من فرد جوانی رو برای دامادی خودم پذیرفتم، دخترمو بهش دادم. یه شب دخترم نبود، من رفتم پیشش، این خانواده نداشت، رفتم پیشش بخوابم. نصف شب ناگهان متوجه شدم که دامادم روی سرمه. نگاه کردم که قصد سو داره و ناگهان به جانم افتاد داماد با مادر زنش در جامعه اسلامی زنا کرده. نمی‌لرزیم؟ این زلزله ها از چیست؟ دنبال چی می‌گردیم؟ دنبال مواد مضاد و سیال داخل زمین؟ دنبال طبیعت؟ قهر طبیعت اشتباهه. طبیعت رو چه کسی به قهر آورده؟ خدای طبیعت. حضرت عایشه رضی الله عنها روایت می‌کنه از رسول خدا که هنگامی که زنا و بیبندواری و فحاشی و الواتی در جامعه اسلامی رشد بکنه، الله ذوالجلال زلزلة و مسخا و خسفا اینها رو میاره. اگر عمومی نمیاد به برکت دعای رسول الله است که دعا کرد خدایا امتم را در این دنیا رسوا نکن. جوان عزیز مقداری به خود بیایم، حرکت بکنیم، به خدا قسم میتوانیم. فقط مقداری. حفظ قرآن عظیم آیین توست، حرف حق را فاش گفتن دین توست. تو کلیمی چند باشی سرنگون، دست خویش از آستین آور برون. بر خود نظر گشاز توحید آمری مرنج، در سینه تو ماه تمامی نهادند. قیمت خود هر دو عالم گفته ای، نرخ بالا کن که ارزانی هنوز. اتزعم انک جرم صغیر و فیک انت العالم الاکبر. فکر نکن تو همین جسم یک و نیم متریه، نه، در سینه تو ماه تمامی نهادند. در سینه تو قرآن هست، حدیث هست، عشق به الله هست. مسلمانی که داند رمز دین را، نساید پیش غیر الله جبین را. اگر گردون به کام او نگردد، به کام خود بگرداند زمین را. اقبال برید بخونید، دیوانه میکنه انسانو. این سومین وظیفه و نهایتاً چون که احتمالاً وقت نمازم هست، آخرین وظیفه یک جوان مسلمان، یک جوانی که تابع دین و شریعت هست، اینه که باید ارتباط خودش را، رفت و آمدهای خودش را با علما، با مراکز دینی و با مساجد تنگاتنگ بکنه. این واقعیت جوان. انما یأکل الذئب الغنم القاسیه. گرگ گوسفند تنها را میخوره و گرگ انسان شیطانه. مبادا سروران عزیز این گرگهای دو پایی که سر چهارراه هست به عنوان دوست، ای بسا ابلیس آدم روی هست، پس به هر دستی نباید داد دست. مواظب باشید، مواظب رفت و آمدها باشید. ابتدا میگم بریم نوشابه بخوریم، بعد میگه بریم یه آبجویی بخوریم، بعد میگه بریم نمیدونم فلان بخوریم، نهایتا شراب و کریستال و نهایتا سرش لای پاش حرکت نمیکنه. اول بریم یه فیلم ایرانی ببینیم، فیلم جنگی ببینیم، فیلم هندی ببینیم و نهایتا اون ذره ایمانی که در قلبش هست اونو میخواد بسوزونه و پودر بکنه و از بین ببره. ای فغان از یار ناجنس، ای فغان همنشین نیک جویید، ای مهان میرود از سینه ها در سینه ها، از ره پنهان صلاح و کینه ها.
این خیلی مهمه. دور شو از اختلاط یار بد، یار بد بدتر بود از مار بد. مار بد تنها همین بر جان زند، ولی یار بد بر جان و بر ایمان زند. صحبت صالح تو را صالح کند، صحبت طالح تو را طالح کند. نار خندان باغ را ویران کند، صحبت نیکانت از نیکان کند. مواظب رفت و آمداتون باشید، مواظب حرکات و سکناتون باشید. اونجاست که میتونید در دنیا انقلاب پیدا بکنید. من به عنوان آخرین صحبتم، جماعتی که از پاکستان آمده و در مسجد ما کارگزاری دادن، دوست دارم در این جمع این کارگزاری رو بدم و از محضر شما خداحافظی بکنم. میگفتن ما رفتیم به لندن، خودشونا میگفتن ما رفتیم به لندن، یک صلوات عنایت بفرمایید. بله سروران عزیز، میگه ما رفتیم به لندن، جماعت تبلیغ سال بودن. میگه رفتیم اونجا سراغ یه پاکستانی گرفتیم، گفتم خانه‌شو رو پیدا کردیم فلان، چون که همزبان ما بود، اینا ما پاکستانی بودن. میگه رفتیم گفتن که خانه‌اش فلان جاست. رفتیم پیشش، در زدیم، خانمش در آمد. گفتن خانه نیست. گفتم کجاست؟ گفت تو کاباره. کاباره رو که میدونید زمان شاه زیاد بوده اینجا، می آمدن میزدن میرقصیدن زنهای رقاصه و لخت و نیمه اوریان. اونجا چیکار میکنه؟ اونجا آبدارچیست، زنهای رقاصه رو آب میده. مسلمان حرکت کردیم سراغ کاباره رو گرفتیم، رفتیم اونجا، دیدم بله این جوان مسلمان از دین و خدا و قرآن و فرهنگ اسلامی در قاموسش وجود نداره. صحبت کردیم مقداری باش، وقت نماز رسید، وقت نماز عصر. گفتم که میتونیم ما اینجا نماز بخونیم؟ گفت بعد از رئیس کاباره اجازه بگیریم. رفتیم گفتیم کجاست؟ گفت فلان جا توی خانه شیشه‌ای بود. رفتیم پیشش، سلام علیکم و علیکم السلام، ما میخوام نماز بخونیم، اجازه است؟ اینجا که هر کاری میشه شما نمازم بخونید، نمازم برای ما طبیعی است. میگه وضو گرفتیم، رفت غسل زد، آمد شروع کرد به نماز خواندن. بعد از نماز که سلام گردوندیم، رئیس کاباره بلند شد آمد اینجا. گفت شما چیکار میکردید؟ نماز میخوندیم. برای کی نماز میخوندیم؟ برای ذات خداوند. خداوند در عوض این نماز شما به شما چی داد؟ اگه از ما بپرسه چی میخوام بگیم؟ یه گفت خدا ما جنت رو میده. گفت جنت رو اولا من قبول ندارم، بعدش اون نسیه هست. نقد به تو چی داد؟ صحبت از نقد بکن، نسیه حرام است اینجا. تو مغازه می نویسن بی انصافا، خب برای نمازتون بدونید نقد بگیرید از خدا. یه گفت ما رو از جهنم نجات میده. گفت بارو بابا این هم الکی است. نقد من میگم چی داد؟ هر کسی یه چیزی آخر خداوند عزوجل در ذهن یک از اینا تزریق کرد. گفت الله ذوالجلال به وسیله نماز به ما آرامش و آسایش روحی و فکری و روانی رو داد که الا به ذکر الله تطمئن القلوب، تطمئن القلوب. حضرت رسول اکرم وقتی که میخواست نماز بخونه به حضرت بلال نمیگفت برو اذان بده، میگفت نه خیر، میگفت ارحنی یا بلال، بلال منو محمد راحت کن، روح و روانم افسرده است، با نماز آرامش بده، با ذکر الله ذوالجلال آرامش بده که آرامش دهنده قلب هاست. رئیس کاباره گفت احسنت احسنت. میدونید من مسلمان نیستم و نیازی هم ندارم من بیام تو کاباره بشینم که پول جمع میکنم. من چند تا ویلا دارم، چند تا باغ دارم کنار ساحل، چند تا ساختمان آسمان خراش دارم، این چند تا کاباره مثل این دارم. روزها به همه اینها سر میزنم تا یک لحظه آرامش رو کسب بکنم، ولی گیرم نمیاد. ولی به خدا قسم همین لحظه که شما نماز میخوندید من آرامش داشتم. شما نماز میخونید من آرامش داشتم. چه بشه که من خودم نماز بخونم؟ چه کار بکنم؟ اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. برو غسل بزن. آمد نماز عصر رو با اینا خوند، حرکت کرد، کاباره رو تعطیل کرد، رفت به جماعت تبلیغ. یک سال بعد کاباره تبدیل شد به مسجد جامع بزرگ شهر لندن. خدا قسم میتونیم ما، فقط باید بخوایم، خودمون رو باور کنیم، خودمون را قبول کنیم. ما فرزندان عمر ابن خطابیم، کوچک نیستیم ما. تو فرزند ابوبکر صدیقی، تو فرزند خالدی، خاک بطحا خالدی، دیگر بزای نغمه توحید را دیگر سرای. زنده کن در سینه آن سوزی که رفت، در جهان باز آوران روزی که رفت. ای نخیل دشت تو بالنده تر، بر نخیزد از تو فاروقی دیگر. از بلا ترسی، حدیث مصطفاست، مرد را روز بلا روز صفاست. از بلا و مهنت و زندان میترسی؟ نه،
انسان مسلمان باید به زندان بره. چرا؟ چون که اقبال میفرماید که میرسد مردی که زنجیر غلامان بشکند، دیدم از روزن دیوار زندان شما. شوخی که نیست. هر که در این بزم مقربتر از جام بلا بیشترش میدن. مشکلات میاد، موانع میاد. معنی این الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا هم همینه. کسی بگه ربنا الله مشکلات میاد، چون میگویم مسلمانم بلرزم که دانم مشکلات لا اله را، ولی ثم استقام، استقامت در دین، استقامت در راستای احیای دین، این خیلی مهم است. امید است که جوانان عزیز این وظایف را، گرچه که با بسط و طول زیادی باید اینها عرض میشد، ولیکن از این نکته مجمل مفصلش را هم بخوان، ولی امیدواریم که الله ذوالجلال همه ما را به وظایف ما آشنا بگرداند. الله ذوالجلال جوانان ما را هدایت بفرماید. الله ذوالجلال این جمعی که عاشقانه تشریف آوردن، خدا شما را آورده، الله ذوالجلال شما را در پناه خودش حفظ بفرماید. از معاصی و گناهان همه ما شما را حفظ بفرماید. بیش از حد مصدی اوقات شدم، معذرت میخوام به هر حال اگر تند صحبت کردم، ولی خودمانی هست و درد دل هست. در مجلس خود راه مده همچو منی را، افسرده دل افسرده کند انجمنی را. الله ذوالجلال به همه ما توفیق عمل بفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.